فولاد و پلاستیک. این دو ماده در بسیاری از زیرساخت‌ها و فناوری‌های ما ضروری و لازم هستند و هر دو نقاط ضعف و قوتی دارند. فولاد محکم و سخته، اما به زحمت میشه بهش شکل داد، در حالی که پلاستیک میتونه هر شکلی به خودش بگیره، اما سست و نرمه. به نظرتون فوق‌العاده نبود اگر ماده‌ای پیدا میشد که به محکمی فولاد و انعطاف پذیری پلاستیک باشه؟ خب، خیلی از دانشمندان و کارشناسان فناوری از یک ابداع نسبتاً جدید به نام شیشه فلزی هیجان زده شدند که علاوه بر ویژگی‌های هر دو ماده، دارای ویژگی‌های خوب دیگه‌ای هم هست. شیشه‌های فلزی مانند فلزات براق و مات هستند و مثل اونها رسانای برق و حرارت هم هستند، اما استحکام اونها بسیار بیشتر از اکثر فلزاته، که یعنی اونها میتونن بدون قور شدن یا فرو رفتگی فشار بسیار زیادی رو تحمل کنن و میشه باهاشون چاقوهای فوق‌العاده تیز جراحی، قطعات الکترونیک فوق‌العاده قوی، بست‌ها، پیچ‌ها و بسیاری دیگه از ابزارها رو ساخت. شیشه‌های فلزی همچنین قابلیت بی‌نظیری در ذخیره و آزادسازی انرژی کشسانی دارند که اونها رو برای ساخت تجهیزات ورزشی مثل راکت تنیس، چوب گلف و اسکی مناسب میکنه. اونها در برابر فرسایش مقاومن و میتونن با یک بار ریختگری به هر شکل پیچیده‌ای با سطوحی براق در بیان. علیرغم استحکام زیادشون در دمای معمول اتاق، اگر شما تنها چند صد درجه سلسیوس به اونها حرارت بدین، اونها به میزان قابل توجهی نرم میشن و میتونن به هر شکلی در بیان. کافیه دمای اونها رو پایین بیارین تا دوباره استحکامشون رو به دست بیارن. خب، همه این ویژگی‌های شگفت‌انگیز از کجا ناشی میشن؟ به طور خلاصه باید گفت که این ویژگی‌ها از ساختار اتمی منحصر به فرد شیشه‌های فلزی ناشی میشه. اکثر فلزات به صورت بلورهای جامد هستند. یعنی اگر شما به اندازه کافی برای دیدن اتم‌ها بهشون نزدیک بشین، می‌بینین که اونها به صورت الگوهای منظم و تکراری کنار هم قرار گرفتن که در سراسر اون ماده ادامه پیدا می‌کنن. یخ، الماس و نمک هم بلور تشکیل میدن. اگر به اندازه کافی به این مواد گرما بدین و ذوبشون کنین، اتم‌های اونها آزادانه به حرکت در میان و به صورت تصادفی و بی هدف جابجا میشن. اما وقتی که دوباره اونها رو سرد میکنین، اتم‌ها یک بار دیگه نظم و ترتیب پیدا میکنن و بلور تشکیل میدن. اما اگر بتونین اونقدر سریع یک فلز مذاب رو سرد کنین که اتم‌هاش نتونن دوباره جای خودشون رو پیدا کنن، طوری که اون ماده باز هم جامد باشه اما ساختار درونی بی‌نظم و بدون شکل یک مایع رو داشته باشه، اون وقت چی میشه؟ شیشه فلزی دقیقاً همینطوری ساخته میشه. این ساختار به خاطر فقدان مرزبندی‌های معمول در اکثر فلزات از مزیت خاصی برخورداره. این مرزبندی‌ها نقاط ضعفی هستند که ماده رو در برابر خراش‌ها یا فرسایش آسیب پذیر می‌کنند. نخستین شیشه فلزی در سال 1960 از ترکیب طلا و سیلیکون ساخته شد. ساختن این ماده آسون نبود. برای اینکه اتم‌های فلز اونقدر سریع بلور تشکیل میدن که دانشمندان مجبور بودن با سرعتی خارق‌العاده، یعنی 1,000,000 درجه کلوین در یک ثانیه، این آلیاژ رو سرد کنند که از طریق شلیک قطره‌های کوچیک به صفحه‌های سرد مسی یا به چرخش درآوردن نوارهای فوق‌العاده نازک صورت می‌گرفت. در اون زمان شیشه‌های فلزی تنها میتونستن چند ده یا چند صد میکرون ضخامت داشته باشن که برای اکثر استفاده‌های کاربردی بیش از حد نازکه. اما از اون زمان به بعد دانشمندان به این مسئله پی بردن که اگر شما فلزهای متعددی رو در هم بیامیزید که آزادانه با هم ترکیب میشن اما نمیتونن به دلیل اختلاف اندازه اتم‌هاشون با هم بلور تشکیل بدن، این ترکیب با سرعت خیلی کمتری بلور میشه. این یعنی که لازم نیست اونها رو خیلی سریع سرد کنیم و در نتیجه شیشه فلزی میتونه ضخیم‌تر باشه و به جای چند میکرومتر تا چند سانتی متر ضخامت پیدا کنه. به این مواد شیشه‌های فلزی حجیم یا BMG گفته میشه. خب، حالا که با صدها نوع شیشه فلزی سر و کار داریم، پس چرا تمام پل‌ها و ماشین‌هامون از اونها ساخته نشدن؟ بسیاری از شیشه‌های فلزی حجیم که در حال حاضر در دسترس ما هستند، از فلزهای گرون قیمتی مثل پالادیوم و زیرکونیوم ساخته میشن و باید به طور کامل خالص باشن، چون هر نوع ناخالصی میتونه باعث تشکیل بلور بشه.
در نتیجه یک آسمانخراش یا شاتل فضایی ساخته شده از جنس شیشه فلزی حجیم میتونه به طور نجومی گرون قیمت باشه. در ضمن علیرغم استحکام زیاد اونها، این مواد هنوز برای کاربردهای استقامتی مناسب نیستن. وقتی فشار روی اونها زیاد میشه، میتونن بدون هر هشداری دچار شکستگی بشن که به عنوان مثال برای یک پل چندان ویژگی خوبی نیست. اما وقتی مهندسان بتونن راه ساختن شیشه‌های فلزی حجیم رو از فلزهای ارزان‌تر پیدا کنن و کشف کنن که چطور میشه اونها رو محکم‌تر کرد، اون وقت با این مواد فوق‌العاده هر کاری میشه کرد.